سلام دوستای عزیز، هر طرف دنیا هستین، خوش و آرام صحتمند باشین. خوش آمده به برنامه آشپزی ما که امروز یه در گندنه از وقت داشتیم. من میشویم که یه در کچالو هم نرم کردیم، نه که یلدا جان که ما رمضان است دیگه چیز پخته نکردیم. من میگه که میکنیم که تمی پشتکار دیگه دخترها یا میشینیم نوشجان میکنیم. انشاءالله که جور صحتمند باشین، که روزه بخیر باشه. این یک کم کم ششته میشه دوستای عزیز، دیگه کار پاک میشه. یلدا جان کمی پس کشیدتر میشه شلوار مادر. سلام. یعنی دوستای عزیز گندنه خودم ششتیم، مندس یک کچالو رو هم تزایش بشویم. دوستای عزیز کچالو گندنه افغانستان صاف و گل است مچم. چهار و پنج جو ششته میشه. امیالی هم هاوش میگه من جنو جایشم میگی کجایشه؟ این میگرم مادر. دوستای عزیز ما رو فراموش نکنی، ای چینل افغان کابل. ما به حمایت شما نیاز داریم که ما رو حمایت کنین دوستای عزیز گندنه رو هم ششتم دیگه، مونده یک چیزای کچالو که ایار ششته من بازم یه دفعه تازه شم پس. دوستای عزیز این دیگه باش کچالو که پوست کنم که کم کم چیزایش ریزه کنم جوش شد. این دوستای عزیز خوب نرم هم شده است. انداختی دنیا جان؟ خب کردی مادر کن دنیا دارم توی بشین. ای مادر چی فرق داری اوجی بشینه. این دوستای عزیز یک دو دانه کشمند است، خلاص میشه. کمک جور کردیم که کچالو که قیمت رسش کس خریدش نمیتونه. یک پاکتش 280 روپیه شده است. ما هم 1 کیلوگرم گرفته بودیم همون اندازه تو پولانی که باش جور شود. این دوستای عزیزی هم یاددانی دیگه من خلاشت. دوستایی هم شد خلاص. دنیا جان کبگیر مادر کن و بیار باش ما نیتا دیاش هم ریزه کنم که دوستای عزیز باش پیازایش ریزه کنم. پیاز زیاد میپرتم به خاطر که مزدار شوه ذره. بیام بانشین در کرایگر بابا مادر. انشاءالله که شما هم کتی روز با برکت جور موفق باشین. این دوستای عزیز باش که بیا با تو این دوستای عزیز پیاز هم خط تیز است، چشم میگیره گره یالا جان چشم کایده نه نگرفته یالا جان. نه نان خوردی؟ این آب کم بولانی هم میشه، بولانی هم رو بخور. چیز چاپه کردن بگیر تو چیزی چاپه کردی یا ستایش؟ خوب کار کردی بابا. دوستای عزیز یار یخ گرفت، نیمش روسی کردیم نیمش هم گرفتیم. قصد است که دوستای تی یخ میدون گفته یلدا. دوستای عزیز انشالله که برنامه دیگه ما رو هم دیده اندلی کرمن
امروز غالم تازه نکردیم یا یخ کرد است گرم گرم است کار دوستای عزیز مادر جان مالک تندور خنم میکنه به خاطر ماه رمضان است کندای زانیم هم درد میکنه معده هم درد میکنه یک روز اگه پخته کرد 2 روز نمیکنه 2 روز اگه کرد 2 روز 3 روز دیگه رو نمیکنه بدبخت دیگه عزیزیم حالا شد پیامان دست میشم ریزه کنیم یلدا بس شد زیاد شد یکی دیگه هم کنم یکی دیگه هم میگم مادر جان من مرستوخ گرم قیدی 3 تند است مادرکم پیازات تنده نه پر شما ماه رمضان می شما هم خارزار میشه یعنی هرچی اگه بود میخوری نبود دیگه هیچ یا نان چای بخوا یا یک جای یک بیشی خلاص دیگه ها یلدا میمیریم به یلدای شیرین خودم به نازدانی خودم هستی نازدانی یلدا یا نیستی دوستای عزیز این میری که جور کنیم پس شب هم ما دیگه چیزی نیست که دیگه کسی جور کنه بخورم نان چای مرچش هم زیاد گرفتیم مثل میخورندم مرچی یا نیست من کموت نپردی لیروز دندون یالا جان دستک ندید دختر شیری گل آن دیگهش برامده بود چیش؟ ایچیش چیش؟ دوستای عزیز موقع یک سوزای نوش پیاز بود انداختم دیگه خدا کرد که خوبش بیه میخوری یلدا جان بولانی؟ یعنی نخورم میخوری؟ یعنی اصلا کم کم مانی که دور شال میکنه دوستای عزیز باش که مرچایش هم میده کنم که چطور شد دیگه حالا تیزه هست نه سال دیگه روزه سیم نمک از این هم کسی نمیفهمه یا شور میشه یا کم نمک میمانه مقصد دیگه یک چیز جور میشه دیگه یا خوبش میه برابر باش که مرچ پرتم که مرچ میخورن زیاد خوش دارن این مرچ میگم مزه نمیدیه اینه دیگه کم کمی هم جور شده میره چند تا انداختم دنیا 2 تا حساب دیگه کالی بیخی بس شده نیست آسای 3 تا یه باشی نیشم پرتم شایدی یه دکتن تر باشه گوش خامک ولی سر خب بیخی مایت سوق گرفت او داری؟ او کم بود ها نمیه نلم نمیه یه دوستان عزیزیشم جور شد شتو که نمک چیزایش پردم جون نمکی جس مادرمه قاشق در زیر رفتم قاشق در زیر رفته بس است یکم که دیدم بس تو میتونی نمکشو ببینی؟ بس سیسته با تو نمکشو ببینی چند میشو نمیخوری باش دوستای عزیز یک کمی تخم گشنیچ هم بود پردم که مزدارش کنه یه ذره اینه دوستای عزیز
باش یلدا جانم روغنشم پرتم کلش یک دفعه گرد میکنم. یه هم خب روغنای مایز چسبت میشه پشتایشان. یعنی دوستای عزیز روغنشم میپرتم کلش گرد میکنم برابر میشه میمانه یک گندنه هم دیگه چیزایش جور میکنم و پیش تندور که رفتم گتش میکنم که او میکشه زود کرده که از این تندور در بتی از این گندنه رو زده باره. مادر چربک نشده؟ خب چربک مادر روغن انداختم دیگه چربک نشوه؟ روغن زیاد انداخته کدیشه تو میلخ نه نیستک زیاد بیخی کم هم با خراب میشه گرد نشد مادر کمی یکیش مانده ستایش چی شد دنیا جان؟ در خانه است و تو میکنه؟ آه بابا دیگه بخار طبیعت هم بشوی دیگه چیست؟ میتونی نمکشو ببینی دنیا؟ نمش کنم نه نه تو بام گتش کنم یک دقیقه سر اما سه کلم بکنم با من دستگاهی گت شده دوستای عزیز یعنی دیگه نه فهم چطور شد به نظره شما خوبش است خراب است انشالله که خوبش آمده باشه که نه یار گرد میش کم کم و میتمت بیبین خود یالله آفرین دختر خوب شما مریک سوق گرفته دسترم گرفت یا نه نگرفت این دوستای عزیزی هم کم کم جور شد من گندنه این خلاص شد مشکل ایوان دانش دید کته کته خب رو باشم با وقتی که در تندور میزنه جورش میکنیم خب یالدا جان تو ببین حالا باش دیگه زیاد همون دلت کو کلشه دلت کو چطوره؟ نمکش سعید؟ آفرین خوب تن بود؟ والا بیخی فرار کردک دوستای عزیز کبگیر هم پشت رفت دیگه او خوردن او دیگه رفت او خوردن تندش کرد میرین دوستای عزیزی هم جور تیار شد من گندنه هیدم که باش هاوش پرتم دکتر دوستای عزیز ما دوستای عزیز ما را همکاری کنین لایک کنین شیر کنین ما را فراموش نکنین از چینل افغان کابل که ما به حمایت شما نیاز داریم دوستا دیگه هم کم کم دوستا جور شد بیار یالدا جان قطعی مرچ که پرت مامانی دهی اونو دو پایان سرپوش سیاین ده سر سدلک زیر پردگک دوستا عزیز باش روغن سزایشو پرتم که ایراگا گتش کنم او میتیه یامو تو باش تندور ده تندور پخته میکنیم داش گازی نداریم میبریم اوجگه گوده تندور پخته میکنه دانه 5 روپه ازی میتیم دانه 5 روپه 6 روپه از نان 6 روپیگی میگیره از بولانی هم 5 روپیگی یعنی بس از خیلی تند نشه که خاطر خورده نمیشه زیاد او هم تند شده سیم یالدا ایرم بان در جایش نمکم بیارم پرتم این دوستای عزیز نمکشم انداختم اما تا آماده است که وقتی تندور سوخت مادر اینو بودم چی کردی؟ قوار کنیم زده بریم در تندور که خوب شد دوستم مادر بودم چی جانم باشه مامان جان باشه این دوستای عزیز هم شد تمام مونده دیگه کارش به تندور این دوستای عزیز دیگه بولانی هم کم کم جور میشه خب پرشورش کنم یعنی اولاده رو تیاری کنیم
جور کردی پیالو میالاته؟ آمانی بخونه چه؟ نه پر باشه یا نه نازک؟ نه برو سعید من بیاییم نه خود بچه ما زیاد پر کردیم توکلش با خدا معرفه جور کردیم این بخیر کم کم دیدم در پیش دستم دید خب مزه و الف مادر رفتش بس بود خب سعی نکن دیگه خیلی کاله چشم نکنی یا مور نبید که چشم مزه در نوک نیست نه تو چی خبر؟ ما زیاد پر نکو یادم آه این یارم زیاده اگه بچکه بسته نه خدا نکن دهم تو بخیر روز کن کلم یار نظر نکنی گشنه نبانی بال گشنه نبانی شو مانی نشد بال که بچه کم تو گشنه ببانی یا چی؟ چی؟ باش که تو روز پلاستیکای شو باش من یال دانه کتو قطعش برای من دوسته دیزه جایتون خالی اگه نفتی یک بولانی گندنه بخوره که آوانی ها خالی بوده که خب بولانی ها میکنن وقت ما خود آوانی کردیم کسایی که یکی ما میدونه برو ساجه میمانی دیگه خمیر برفم کن میباره چیز کن چپاتی بری نان چپاتی پخته کنی که خوبش میاد نه مانی دیگه بشه بمانم نه یکی نازک کده قطش دیگه نیست دیگه مقطع خود چرا زیاد نکردی سر کچولی باتی کچولی که ما سوز میزنه دیگه خیر نبچه که فر زدیم میبره این چند تا شد؟ یک دانش هست مادرش دو تایش از سه تایش گشنه میمانم چرا گشنه بمانی میگم گشنه میمانم میگی چی جور کردی؟ بولانی که یکیشم هست خاله بکلید شد یعنی خستگو بود داره الله یکی نمیبون روزه چقدر ای سر از خورده میرفتی نه اولش مسیر این میتکنی در آخر برید موزیک چی الاری بولانی نظر کرده که چکید یکی بنا رو گوش نمیمانه انال یک نفرتان گشنه میمانی دیگه دلتا مانیم گشنه میمانم آخرم دور خورد یوسف پسر جای نماز اه؟ پسر جای نماز گرفته بیا زده ای شاباش داشته باشه خمیر بکنه خلیجه خب گفتی که زیاد میشه برو بس تا هشتا دوستای عزیز این بولانی های ما جور شد دیگه بخیر کم کم افطار میکنیم ستایش بیای دیگه باش بینم مزهش چطور است خوشمزه آمده از خراب آمده است چطور خوبش آمده نه؟ خوب مزه یعنی دوستای عزیز دیگه کم کم این افطار میکنیم افطار خوش براتون میخوایم بازم ببینیم بیشی ستایش دیگه تعداد خوب مزه میده یعنی باش نمیشت به خدا خوب مزه دارد جایتان خالی دیگه برنامه ما همیشه به پایان آمد تا برنامه دیگه آشپزی ما روز خوش موفقیت براتان میخوایم دیگه با ما شیر کنین لایک کنین به حمایت شما ضرورت داریم عزیزان روز خوش خداحافظ